بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و افضل المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم مصطفى محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. در درس قبل در رابطه با نیت و تکبیرة الاحرام که از ارکان نماز بودن، محضر شما بینندگان عزیز مطالب و احکام لازم تقدیم شد در خصوص نیت و اینکه معنای نیت چی هست، احکام نیت چیست و از اول تا آخر نماز نیت باید استمرار و ادامه داشته باشد و نیز راجع به تکبیرة الاحرام، معنای تکبیرة الاحرام و احکام آن مطالبی که لازم بود تقدیم شد. عرض شد که خود واجبات نماز کلاً بر دو قسم هستند: واجبات نماز یا رکن هستند یا غیر رکن، که معنای رکن و غیر رکن هم در درس قبل تا حدودی توضیح داده شد. یکی دیگر از واجبات نماز که باز در نماز اهمیت اساسی دارد عبارت است از قیام. قیام یعنی استادن در وقت نماز، که این استادن در وقت نماز گاهی ممکن است رکن باشد و در برخی موارد ممکن است رکن نباشد. بنابراین در اون مواردی که قیام رکن باشد احکام رکن را خواهد داشت. اگر کسی حتی سهواً اون قیام را نادیده بگیرد نمازش باطل خواهد بود، در حالی که در بیشتر موارد قیام ما و شما رکن نماز نیست. بنابراین اگر عمدن اختلال در آن ایجاد بشود نماز باطل خواهد بود و الا اختلال سهوی موجب بطلان نماز نخواهد شد. در جاهایی که قیام رکن هست، یکی در تکبیرة الاحرام هست. همانطور که عرض کردم خود تکبیرة الاحرام رکن هست، قیام و استادن در حال تکبیرة الاحرام هم رکنیت دارد. شخص نمازگزار تکبیرة الاحرام را با حالت استاده و کاملا با حالت اطمینان و سکون باید انجام بدهد. دومین جایی که قیام در نماز رکن هست عبارت است از قیام متصل به رکوع، یعنی قیامی که پیش از رکوع باشد. نمازگزار قبل از آنی که به رکوع برود باید استاده باشد. بنابراین اگر پیش از رکوع استاده نباشد قیام که خودش یکی از ارکان هست مفقود هست و نماز انسان باطل خواهد شد. البته راجع به قیام متصل به رکوع نکات توضیحی دیگر در ادامه همین درس محضر شما عرض خواهد شد. نتیجتا اینکه در این دو مورد قیام رکن هست، اما در سایر موارد مثل قیام و استادن در حال خواندن حمد و سوره یا استادن انسان در وقت تسبیحات اربعه یا قیام و استادن نمازگزار بعد از آنی که سر از رکوع برمی دارد، خلاصه در غیر اون دو موردی که عرض کردم از اول نماز تا آخر نماز قیام و استادن در نماز یکی از واجبات نماز هست. اگر عمدن انسان نادیده بگیرد نمازش باطل خواهد بود، اختلال سهوی مشکلی در نماز ایجاد نخواهد کرد. برای اینکه قیام و استادنی که رکنیت دارد تا حدود روشن بشود، در خصوص تکبیرة الاحرام عرض شد که در وقت ادای تکبیرة الاحرام نمازگزار باید استاده باشد. علاوه بر اون پیش از گفتن تکبیرة الاحرام
و بعد از گفتن تکبیرة الاحرام برای اینکه یقین بکند که در وقت تکبیرة الاحرام حالت استادن را مراعات کرده است، انسان باید استاده باشد. نکته مهم دیگر راجع به قیام متصل به رکوع به این معناست که همچنانی که عرض کردم انسان با حالت استاده باید به رکوع برود. بنابراین اینجا یک ثمره ظاهر می شود که اگر کسی بعد از خواندن سوره بدون اینکه به رکوع برود مستقیم به سجده برود، پیش از وارد شدن در سجده یادش بیاید که رکوع را انجام نداده است، واجب است که دوباره برگردد رکوع نماز را انجام بدهد. حالا اگر با همین حالت کم کم برگردد به سمت بالا تا اینکه به حالت رکوع برسد، اینجا با توجه به اینکه قیام متصل به رکوع مراعات نشده است، نماز انسان باطل خواهد بود. پس باید چه کار بکند؟ شرطش این هست که اول کاملا استاده شود. قبل از اینکه به سجده برود اگر ملتفت شد که رکوع را انجام نداده است، اولا کاملا بیستد، مستقیم بالا برود و سپس بعد از استاده شدن به رکوع برود و ذکر رکوع را بخواند. علتش این هست که همانطوری که عرض کردم قیام متصل به رکوع رکن هست، بدون آن نمازگزار صحیح نخواهد بود. نکته دیگر این که نمازگزار در حال قیام، چه قیام رکنی و چه قیام غیر رکنی، همانطوری که عرض کردم باید استاده باشد و در این استادگی باید هر دو پا را بر زمین بگذارد. حالا اگر احیانا سنگینی بدن خود را روی یک پایش وارد بکند، در نماز مشکل ایجاد نمی شود. نکته بعد این که اگر دست و انگشتان خود را کسی تکان بدهد، مشغول خواندن حمد هست، مشغول خواندن سوره هست، مشغول خواندن تسبیحات اربعه در رکعت سوم چهارم هست مثلا، اگر انسان دست خود را تکان بدهد یا انگشتان خود را تکان بدهد به قیام نماز ضرر نمی رسد، اگرچه مستحب هست که حتی این جهاد را انسان نمازگزار مراعات نماید. نکته دیگر این که اگر نمازگزار در حال استادن و در حال قیام داشتن حرکت بکند، اون مقدار حرکت بر او عارض بشود که از حالت آرامیش و از حالت استادگی خارج بشود، در عین حال مشغول قرائت هم باشد، بخشی از سوره را یا بخشی از حمد را در همین حالت خوانده باشد. اینجا با توجه به اینکه کاملا تکان خورده است، احتیاطی واجب این هست که انسان این حالت را نادیده نگیرد، به این معنا که دوباره اون قسمت را که بدنش تکان خورد بخواند، چه حمد باشد و چه سوره باشد. نکته دیگر این که برای کسی که امکان استاده نماز خواندن نیست، حتی اگر با عصا بر چیز دیگر تکیه بکند، نمیتواند نماز خود را استاده بخواند، این شخص میتواند نماز خود را در حال نشستن بخواند. پس اگر کسی عذر دارد، معذور هست، میتواند در شرایط خاص عذر و امثال اینها نماز خود را در حالت نشسته بخواند. و اگر نشستن هم به هیچ عنوان مقدورش نیست، بیماریش به حد شدید هست، تکلیف بدنیش به اندازه طاقت فرسا هست که حتی نشستن میتواند نماز بخواند، با توجه به اینکه الصلاة لا تترک بحال، باید نماز را در هر حال امتثال کرد و انجام داد، نوبت به این میرسد که نماز واجب خود را با حالت خوابیده بخواند. با حالت خوابیده اول بر پهلوی راست به طرف قبله بخوابد، اگر مقدورش نباشد با پهلوی چپ بخوابد و در مرحله اخیر میتواند به پشت بخوابد، به نحوی که جلوی پاهایش به سمت قبله قرار بگیرد. در هر صورت اگر نشسته و خوابیده هم انسان نماز میخواند، جهت قبله را باید مراعات نماید. بنابراین در خصوص قیام و استادن، اون فرد قادر و توانا هست که باید حتما
قیام و ایستادن را مراعات بکند، در حال بیماری و امثال آن نوبت به نشستگی میرسد، اگر در حال نشستن هم قدرت ندارد میتواند نماز واجب خود را در حالت خوابیدن هم انجام بدهد. یکی دیگر از نکاتی که باز در خصوص قیام قابل طرح است این است که بعد از آنی که نمازگزار سر را از رکوع برمی‌دارد باز باید کاملا بایستد. بنابراین اگر کسی سر را از رکوع بردارد عالما و عامدا بعد از رکوع نیستد، قیام را مراعات نکند، این شخص هم نمازش باطل خواهد بود، برای اینکه یکی از واجبات نماز را که قیام و ایستادن باشد مراعات نکرده است. اینها مهمترین نکاتی بود که در خصوص قیام باید محضر بینندگان عزیز عرض می شد. یکی دیگر از واجبات نماز که باز این واجب از واجبات بسیار مهم نماز هست، عبارت است از قرائت. در خصوص قرائت مستحضرید که در نمازهای واجب انسان اول باید بعد از تکبیرة الاحرام سوره حمد را بخواند، بعد از فارغ شدن از حمد یک سوره کامل قرآن را قرائت نماید. نکته مهم دیگر این که در نمازهای 3 رکعتی و 4 رکعتی وقتی انسان به رکعت 3 یا 4 می رود اختیار دارد که به جای تسبیحات 4 سوره حمد را بخواند. پس کسانی که برایشون معمولا یاد گرفتن نماز و اینها سخت هست یا بسیار فراموش میکنن، میتوانند در رکعت 3 و 4 به جای این که تسبیحات 4 را بخوانند سوره حمد را از اول تا آخر بخوانند. فقط تفاوت در این جهت میاد که در رکعت اول و دوم باید بعد از حمد سوره کامل دیگر خوانده شود، در حالی که در رکعت 3 و 4 واجب است که انسان به حمد تنها اکتفا کند. اما اگر کسی نمیخواهد سوره حمد بخواند میتواند تسبیحات 4 را بخواند، ولی در تسبیحات 4 اختلاف نظر هست میان مراجع معظم تقلید از این جهت که آیا اگر 1 بار بخواند مجزی هست یا حتما باید 3 بار باشد. بر اساس برخی فتاوا تسبیحات 4 را باید 3 بار خواند، در حالی که برخی دیگر فرموده اند اگر انسان 1 بار هم تسبیحات 4 را بخواند مجزی خواهد بود. در هر صورت راجع به سوره حمد به اتفاق اگر 1 بار سوره حمد را از اول تا آخر در رکعت 3 و 4 قرائت نماییم برای نماز واجب مجزی خواهد بود و محظور در پی نخواهد داشت. الهی تویی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من. الهی به عزت که خوارم مکن، به جرم گناه شرمسارم مکن، به جرم گناه شرمسارم مکن. نکته دیگر این که مستحضرید در قرآن کریم 4 سوره داریم که این 4 سوره سجده واجب دارد. آیات خاصی هست، اون آیات را در این سور اگر انسان قرائت بکند واجب است که سجده قرآن را انجام بدهد. حالا اگر کسی بعد از خواندن سوره حمد در رکعت اول و دوم یکی از سوره های را انتخاب بکند که این سوره ها آیات سجده واجب قرآن را دارند، مثل سوره سجده، سوره فصلت، سوره علق و امثال اینها، اگر کسی این کار را عالما و عمدن انجام بدهد نمازش باطل خواهد شد. برای اینکه انسان با تلاوت آیات مربوط به سجده بر او سجده واجب می شود، از طرف دیگر در رکوع که از ارکان اصلی نماز است اختلال ایجاد می شود، در قیام نماز اختلال ایجاد می شود و اینها همگی اگر عالما و عمدن نادیده گرفته بشود نماز انسان باطل خواهد بود. روی این جهت هست که نمازگزار بعد از سوره حمد اگرچه می تواند هر سوره قرآن را بخواند، ولی این 4 سوره که آیات مربوط به سجده واجب را دارند
نباید مورد انتخاب انسان و قرائت نمازگزار قرار بگیرد. نکته دیگر این که اگر کسی بعد از حمد یک سوره کامل مثل سوره قدر را قرائت کرد، آیا می تواند سوره دوم را اضافه کند، سوره سوم را اضافه بکند؟ در نمازهای واجب این کار کراهت دارد، در نمازهای مستحبی استحباب دارد، ولی در هر صورت هر مقداری که انسان بخواهد می تواند اضافه بکند. ولو 10 سوره را از جهت صحت و بطلان هیچ گونه مشکل برای نماز ایجاد نخواهد شد. نکته بعد این که بر اساس فتاوای فقها سوره های فیل و الاف و همچنین سوره ضحی و انشراح در حکم یک سوره هستند. بنابراین با توجه به این که بعد از حمد باید سوره کامل قرائت بشود، اگر کسی یکی از این دوتا سوره را انتخاب کرد در کنارش سوره دوم را بخواند. مثلا اگر سوره فیل را بعد از حمد شروع کرد، بعد از سوره فیل سوره الاف را کامل بکند. اگر این کار را انجام ندهد در حقیقت سوره کامل را نخوانده است و نماز انسان دچار مشکل خواهد شد. نکته دیگر این که راجع به نمازهای واجب مسئله جهر و اخفات را داریم. در رکعت سوم و چهارم انسان باید ذکر نماز خود را آهسته بخواند. بنابراین لازم هست که تسبیحات اربعه را حتما آهسته بخواند. حتی اگر به جای تسبیحات اربعه سوره حمد را بخواند، باز سوره حمد را باید آهسته بخواند و حتی بسم الله سوره حمد را که در رکعت اول و دوم چه حکمی ندارد، در رکعت سوم و چهارم بنابر احتیاط واجب باید آهسته بخواند. اما سوره حمد و سوره بعد از سوره حمد در رکعت اول و دوم نماز اگر کسی مرد باشد در نماز مغرب و عشاء و نماز صبح باید بلند بخواند، اما در نماز ظهر و عصر حتما باید آهسته بخواند. راجع به خانم ها در نماز ظهر و عصر مثل مردان باید آهسته بخوانند، اما در نماز مغرب و عشاء خانم ها اختیار دارند، ولی با این شرط که صدای اونها را نامحرم نشنوند. اگر نامحرمی در میان نیست مثل مردان می توانند حمد و سوره را بلند بخوانند، ولی اگر نامحرم باشد و صدای خانم را بشنود واجب هست که حمد و سوره را در رکعت اول و دوم مثل سوم و چهارم آهسته بخوانند. بنابراین با توجه به مسئله جهر و اخفات، اگر کسی جهر و اخفات را عمدن نادیده بگیرد، در رکعت اول و دوم سوره حمد را آهسته بخواند، مثلا در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه را بلند بخواند، اگر کسی عالما و عامدن این کار را بکند نمازش باطل خواهد بود. نکته دیگر این که اگر انسان در اثنا بفهمد، مثلا فرض بفرمایید سوره حمد را تا وسط خواند، در وسط متوجه شد که سوره حمد را در رکعت اول دارد آهسته میخواند، اینجا اشکال نداره، بعد از التفات در ادامه باید بلند بخواند. تا اینجا اگر آهسته هم خوانده باشد برای نماز مشکل پیش نخواهد آمد. نکته دیگر این که با توجه به این که در نماز قرائت از واجبات بسیار مهمه نماز هست و معمولا یادگیری و تعلم لازم دارد، ممکن است در میان مسلمانان و مؤمنان کسانی باشند که نتوانند نماز را یاد بگیرند. اگر کسی واقعا عاجز هست، در موقعیت هست، از نظر شرایط ذهنی جور ضعیف هست که نمیتواند نماز را یاد بگیرد، در همان حدی که یاد گرفته است نماز خود را بخواند مجزی خواهد بود. بنابراین صحیح خواندن نماز و فراگیری نماز بر کسانی واجب هست که قدرت را داشته باشند. اگر کسی همچو قدرت را نداشته باشد می تواند به همان اندازه‌ای که یاد گرفته است اکتفا بکند. ولی یک قید بسیار مهم اینجا هست که مسئله نماز جماعت باشد. اگر هر روز برای شخص ممکن است که نماز خود را با جماعت بخواند، با توجه به اینکه امام جماعت نمازش صحیح است، از طرف دیگر این شخص نمیتواند نماز صحیح را یاد بگیرد، آیا حضور در جماعت واجب هست یا نه؟
در پاسخ به این سوال مراجع معظم تقلید اختلاف نظر دارند. بعضی فرمودند که حضور در جماعت و شرکتی در جماعت مستحب هست. این شخص می تواند به همون مقدار که یاد گرفته است اکتفا نماید، در حالی که بعضی دیگر فرمودند نسبت به کسی که عاجز هست از خواندن نماز صحیح واجب است که با شرکتی در جماعت نماز صحیح را ادا نماید. در هر صورت اگر مکلفی همچون ابتلایی داشته باشد، با توجه به فتوای مرجع تقلید خودش هست که می تواند تکلیف روزمره نماز خود را تعیین نماید. نکته دیگر وقف به حرکت و وصل به سکون هست. در خصوص وقف به حرکت و وصل به سکون که خودش دو اصطلاح علم تجوید هست، آیا در قرائت نماز مراعات اینها لازم هست یا نه؟ باز مراجع معظم تقلید اختلاف نظر دارند. بعضی فرمودند نباید این دو اشتباه تجویدی را در قرائت نمازگزار داشته باشد، در حالی که بعضی دیگر فرمودند نخیر، تا زمانی که از نظر عربیت و از نظر صدق تلفظ صحیح زبان عربی قرائت نمازگزار دچار مشکل نباشد، آداب تجوید، احکام و قوانین مربوط به علم تجوید از جمله وقف به حرکت، وصل به سکون، مراعات آن لزومی نخواهد داشت. نکته دیگر این که گرچند گفتیم که بعد از سوره حمد لازم هست که انسان حتما سوره کامل دیگر را بخواند، ولی در برخی موارد نباید سوره را خواند. مثلا در وقتی که وقت نماز تنگ باشد، در نماز صبحگاهی اگر انسان بعد از سوره حمد سوره کامل دیگر را بخواند، مجبور می شود که نماز خود را در رکعت دومش، در تشهدش، در سجده های بعدی خارج وقت انجام بدهد. اینجا باید دست از سوره بردارد، اکتفای به سوره حمد کند. همچنانی که در مواردی ممکن است انسان مواجه با خطر باشد، اگر در رنده بر او حمله می کند یا ضرر شدید دیگر متوجهش می شود، اینجاها نباید سوره بخواند، اکتفای به همان حمد نماید. نکته دیگر این که گرچند خواندن تسبیحات 4 بار از نظر برخی مراجع واجب هست، اگرچه برخی فرمودند 1 بار هم کفایت می کند، این در جایی است که وقت نماز وسعت داشته باشد. و الا باز اگر کسی فرض بفرمایید مثلا نماز ظهر یا عصر را در رکعت 3 و 4 اگر تسبیحات 4 را تکرار بکند 3 بار، ممکن است نمازش قضا شود. اینجا لازم است که به همون 1 بار اکتفا نماید، رکوع و سجده کند برای اینکه کل نماز در داخل وقت انجام شود. نکته دیگر این که برای یاد دادن نماز، یاد دادن قرائت نماز، آیا معلم نماز می تواند پول بگیرد؟ کسی برای دیگران سوره حمد را یاد می دهد، ذکر رکوع و سجود را یاد می دهد، آیا می تواند پول بگیرد؟ اینجا فرموده اند که احتیاطی واجب این هست که کسی پول نگیرد. به عبارت دیگر اجزای نماز بر 2 قسمند. راجع به اجزای واجب نماز مثل ذکر رکوع، مثل ذکر سجده، مثل حمد و سوره، در مقابل آموزش اینها کسی حق پول گرفتن ندارد، بنابر احتیاط واجب. اما راجع به اذکار و قرائت‌های مستحبی نماز، مثل این که در قنوت چه نوع دعایی را بخوانیم، در مقابل اجزای مستحبی گرفتن مزد و اجرت اشکالی نخواهد داشت. نکته دیگر این که اگر بعد از خواندن سوره حمد سوره را شروع بکنیم، آیا در اثنا حق داریم اون سوره را رها بکنیم، سوره دیگر را انتخاب بکنیم؟ فرض فرمایید بعد از خواندن سوره حمد سوره توحید را انتخاب کردیم، سوره کافرون را انتخاب کردیم، در اثنا تصمیم گرفتیم که سوره توحید را ناتمام گذاشته سوره دیگر را به جایش انتخاب بکنیم. در پاسخ عرض می شود که اینجا 2 حالت داریم. سوره‌ای که بعد از خواندن سوره حمد انتخاب کردیم اگر سوره توحید و کافرون باشد، اینجا نباید اون را رها کرد. اینجاها حتما باید خود سوره توحید و سوره کافرون را تا آخر بخوانیم و به رکوع برویم. بله، یک استثناء این هست که اگر کسی سوره توحید را تا وسطش خواند، قل هو الله احد،
یا سوره کافرون را تا وسطش خواند، دید که دچار فراموشی شده است. با توجه به اینکه واجب هست سوره کامل بخواند، می تواند این سوره را ناقص رها بکند و سوره دیگر را انتخاب نماید. یا اگر در روز جمعه هست، می خواهد نماز جمعه بخواند یا نماز ظهر روز جمعه را بخواند و ما می دانیم که خواندن سوره جمعه و سوره منافقون در این روز مستحب مؤکد هست، اگر سوره توحید و سوره کافرون را بعد از حمد انتخاب کرده باشد، در یادش بیاید در روز جمعه، باز می تواند این دو تا سوره را رها بکند، به جای آن سوره منافقون و سوره جمعه را به عنوان قرائت نماز انتخاب نماید. پس راجع به حکم رها کردن سوره بعد از حمد به صورت ناقص، پاسخ این هست که اگر سوره انتخاب شده ما سوره توحید و کافرون باشد، این سوره ها را در حد ممکن باید تکمیل کرد. اما اگر سوره غیر از سوره توحید و کافرون باشه، مثل سوره نصر باشه فرض فرمایید، مثل سوره عصر باشه، اینجا باز قصد انسان گاهی قبل از این که به نصف سوره هست همچو تصمیم میگیرد، سوره عصر را به نصفش نرسیده، میخواهد به جای اون سوره کوثر را بخواند. اینجا اشکالی ندارد، میتواند به جای سوره نصر یا سوره عصر سوره کوثر را بخواند. اما اگر از نصف تجاوز کرده باشد یا در نصف رسیده باشد، اینجا دیگه حق رها کردن و تبدیل این سوره را به سوره دیگر ندارد. در هر صورت همون سوره را که انتخاب کرده است تا آخر باید انسان ادامه بدهد. در هر صورت راجع به بعض سوره ها تأکید زیادی در نماز شده است، مثل خود سوره قدر مثلا، مثل خود سوره توحید. مستحباتش بماند، چون بیشتر بحث ما بنای بر اختصار دارد و به واجبات معمولا اکتفا میکنیم. احکام قرائت نماز بیشتر از این چیزها هست، مثلا خود جابجایی حمد و تسبیحات اربعه. اگر کسی به جای تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم سوره حمد را بخواند، یا برعکس کسی در رکعت اول و دوم به جای سوره حمد تسبیحات اربعه را مثلا بخواند، اینها چه احکامی دارد؟ آیا این جابجایی ها نماز را باطل میکند یا نه؟ با توجه به اینکه وقت این درس به اتمام رسیده است، امیدوارم که بینندگان عزیز خودشون بر رساله های عملیه مراجعشون مراجعه نمایند. در هر صورت دو تا واجب مهم در نماز که عبارت باشد از قیام یعنی استادن و قرائت یعنی همین اذکار مخصوصی که کم و بیش محضر شما تبیین کردم، اینها دو تا واجب اصلی در نماز بودن که تا حدود محضر بینندگان عزیز توضیح داده شد. عرض کردم چه راجع به قیام و خصوصا راجع به قرائت احکام دیگر باقی مانده است که توفیق و وقت بیشتر از این اجازه بحث را نمی دهد. از خدای سبحان توفیق آموزش و توفیق عمل به آنچه را که فرا میگیریم برای شما عزیزان و برای خودم خواستارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.